بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. ما در حلقه گذشته اشاره کوچک به سرشوی جنگ صلیبی علیه دولت‌های مسلمان نشین صحبت کرده بودیم. غیر از این برخورد کلیسای کاتولیکی به علم و تشکیل شدن اینکویزیسیا، یعنی محاکم تفتیش که در اونجا علما و صاحب فکران و ضیاعیان فقط برای خاطر ابراز نظر خود، بیان کردن فکر خود کشته می‌شدند، سوخته می‌شدند و نسبت آنها شکنجه‌های گوش‌نشانیده استفاده می‌شد. و در آخر حلقه ما با سوال ختم کردیم، گفتیم که آیا این اینکویزیسیا، این نمود برخورد با علم و اهل علم در اسلام نیز وجود داشت یا نه؟ چون که بسیاری از انسان‌ها امروز می‌آیند همون مشکلی که در اروپا بود، روحانی‌های کاتولیکی که در اروپا این بیدادگری رو به بار آورده بودند، اون رو به روحانی‌های مسلمان قیاس میکنند و عیناً اون چیز رو میارن به همین جا بالا اینا تطبیق میکنند و اسلام رو و دین اسلام رو همچون یک دشمن علم و دشمن پیشروی معرفی میکنند. اسلام نخست به علم و دانش ما رو ترغیب میکند. دینی هست که دستورالعمل زندگی ما هست و تمام جنبه‌های حیات ما رو در بر میگیرد. با فرمان و دستور اقرا، یعنی بخوان شروع می شود. یعنی اولین آیت این سوره اقرا است، سوره که با واژه بخوان شروع می شود. یعنی دین ما اون دینی است که در آن دعای ربی زدنی علم وجود دارد. خدایا مرا از جهت علم زیادتی بفرما، علم مرا زیاد کن. یعنی 1400 سال پیش این کتاب آمد و ترغیب به علم میکرد و ترغیب به خوندن میکرد. اسلام میگه که من تطبب ولم یعلم منه الطب فهو ضامن، یعنی کسی دعوی طبیبی میکند، کسی دعوی دکتری میکند و از وی دکتری دانسته نشده است، وی ضامن است. یعنی هر دوری که میتید، هر طبابتی که به اسلام میکند، وی ضامن میشه، چرا که وی اصلا طب رو بلد نیست. یعنی طب یک کاری بازی نیست. میگه که اول بخوان، تعلیم گیر، بعد میتونی که به طب یا طبابت مشغول شوی. پیامبر علیه السلام در حدیث دیگر گفتن که ما انزل الله من داء الا وانزل معه داء علمه من علمه و جهله من جهله. یعنی میگه که هر بیماری، هر کسلی که الله تعالی فراورده است از آسمان، برای وی همراهش دوایش رو نیست، دارویش رو نیست فرستاده است. دانست کسی دانست، ندانست کسی ندانست. یعنی چی هستین؟ جستجو کنید، تجربه کنید، خوانید، یابید چیزی که برای شما، برای طبابت شما ضرور است. یعنی تحقیقات گذارونید، داروها رو کشف کنید. یعنی این حدیث ها عامل پیشروی علم در عالم اسلام شد و این حدیث ها بیانگر آن است که تمدن اسلامی و زندگی دنیا دست به دستی هم، یعنی توأم با هم پیش می رفتند. یعنی که قرین هم بودن اونها. مثلا وقتی نظر میکنیم در دهه دهم، سده دهم، عقلهای مثل ابن سینا، خیلی که ویلیام اولسر در کتابش میگه که کتاب القانون ابن سینا 100 ساله ها در کتابخانه های اروپا همچون مصدری اساسی طب استفاده میشه. یا مثلا الخوارزمی رو گیریم، پدر الگبر است. در انسیکلوپدی تاریخ عالم در یونیورسیته کلمب میگه که تریگونومتریا، گیومتریا، الگبر زمانه حاضر همش نتیجه خدمت همین الخوارزمی است. حتی اینکه ترمینی اصطلاح الگوریتم به او باز میگرده. یعنی همین کلمه الخوارزم شکلی ویران شده اش به زبان انگلیسی الگوریتم است. این چنین او مردم را با رقم‌های عربی آشنا کرد و صفر را نیز کشف کرد همین خوارزمی. دیوید یاگن سمیت در کتاب تاریخ ریاضیات در مجلد دوم میگه که الگبر در زبان انگلیسی عصر 16 شناخته شده است. ببینید چقدر مسلمان ها در این علم از اونها در پیش بودند. یا اینکه ابو ریحان بیرونی میگه که زمین خاصیت جذب جسم ها رو سوی مرکز خود دارد. یعنی همین قانون جاذبیت که بسیاری ما در مکتب میخونیم که اسحاق نیوتن کشف کرده است. اون که اسحاق نیوتن بعد از 600 سال بیرونی آمده است. بیرونی 600 سال پیش از این مردک، از اسحاق نیوتن،
این خصوصیت را کشف کرده بود. اما متاسفانه مرکزهای تحقیقاتی، یعنی که یونیورسیتی‌های کلان بزرگ که در دست اونها هست و یک عصرهایی بود که مسلمان ها در خواب بودن، اونها همه این کشفیات ها رو به خود نسبت دادن. غالبا از کتاب های مسلمان میگرفتن و اون را از نام خود نشر میکردن که از جمله همین قانون جاذبیت هست. این چنین امام بیرونی، ابو ریحان بیرونی به نتیجه رسیده بود که ماهتاب نوری ندارد، بلکه همون روشنی که ماهتاب داره این انعکاسی ضوء و روشنایی آفتاب است. این چنین به خلاصه آمده بود که امام بیرونی سرعت روشنی از سرعت آواز بالاتر است. ببینید چقدر علمای مسلمین در همین ساحه پیشروی کرده بودند. یا اینکه ابن نفیس میکروسیرکولاسی خون کشف کرد، در حالی که حالا باشه میگن که ویلیام گاروی فیزیولوژی انگلیسی که سال 1628 برآمده است. یعنی اینم تقریبا علما مسلمان 500 600 سال پیش از این مرد کشف کرده بودن، لیکن حالا باشد میکروسیرکولاسی خون کشف اون با عالم انگلیسی ویلیام گاروی نسبت داده میشه. همچنین امام ابوالقاسم زهراوی که از اندلس بود که اسپانی ها او را ابوالکسیس میگویند، اسباب‌های جراحی مثل قیچی طبی، رسمان‌های جراحی، همچنین قانون پیوستن درستی رگ‌ها را او کشف کرده است. یا جغرافیای مسلمانی ادریسی است که گوستاف لوپون میگه که از کتاب‌های بلاطینی ترجمه شده ادریسی اروپا جغرافیا را یاد گرفت. این گوستاف لوپون یک عالم فرانسه است، یک خاورشناس فرانسه، جامعه شناس فرانسه است، لیکن حقیقت رو اعتراف کرده است که این چیزها رو از مسلمان ها گرفتن. جابر بن حیان کیمیایی، یعنی انسانی که در علم شیمیا که پدر علم شیمیا هست، طبق گفته ابن ردیم تقریبا 306 کتاب تالیف کرده است که اکثرش گم شده. تا زمان ما فقط 80 تای کتابش رسیده آمده است که اکثر آن به زبان لاتینی در همون زمانهای قدیم ترجمه شدن. خب سوال میاد که برای چی اینقدر مسلمانان به این علم ها پیشروی کردن؟ یعنی متماتیک یک بار پیشرفت، علم فلک پیشرفت، علم طب پیشرفت، فلان پیشرفت. یعنی یک جواب است. این است که بعض عبادت های ما، بعض عبادت های مثلا نماز، زکات یک زمان های معین دارد، حج مثلا زمان دارد. برای دانستن این زمان باید که مسلمانان از علم فلک خیلی خوب باخبر میشن تا اینکه در زمان اختیار زمان اون غلط نکنن. این چنین برای دانستن قبله، مثلا برای قبله که فرض از فرض‌ها و شرط از شرط‌های نماز است، برای دانستن اون مسلمانان با جغرافیا مشغول شدند. یعنی که همچون یک فریضه دینی برای اونها بود، که علم همچون یک فریضه دینی شد. بنابراین هیچ وقت اسلام بین علم دینی و علم دنیوی جدایی نمی‌اندازد، همه اون رو علم می‌دونن. بنابراین در این 200 سالک یا 200 سال یا 300 سال اول اسلام ببینید چقدر علم یک جهشی گوشناشنیده در تاریخ بشریت کرد. همش به فضل همین چی، وقتی که علم به دین ربط داده شد، علم و دین یک جای شد. وقتی که عالم از دین بیخبر باشد، این یک مشکلی برای بشریت ایجاد میکنه. برای مثلا ببینیم که علمای غربی مثلا مثل اینشتین و دیگرو، مثلا ساخروف، مثلا یک اوروس، اینا ببینید وقتی که از ضمیرشون از دین خالی بود، درون آنها از دین خالی بود، برای بشریت چه ارمغان آوردن؟ بمب‌هایی که صدها هزار انسان در ثانیه میکشند، شاید میلیون ها رو میکشند. برای بشریت چیزهایی رو اختراع کردن که انسانیت رو به کسلی ها گرفتار میکنه. جرثومه ها اختراع کردن، ویروس ها رو اختراع کردن، دیگر نامعقولی رو اختراع کردن، فقط برای خاطر کشتن بشریت. برای چی؟ برای اینکه ضمیر اونها از دین خالی هست، بینش اونها بینش دینی نیست. بنابراین اونها علم رو علیه بشریت استفاده بردن. اما علمای ما رو ببینید، علمای اسلام ببینید که علم رو همیشه اونها که با یک ضمیر اسلامی، ضمیر مسلمانی، ضمیر دینی داشتن، بنابراین همیشه علم به فایده بشریت تسخیر میشه. خب بگذاریم به موضوعمون. بیت الحکمت یا خانه حکمت، حکمت کده یا خیرت کده در شهر بغداد که اون رو مأمونی عباسی پسری هارون الرشید تأسیس داده بود و
همین خوارزمی رو مدیری همین بیت الحکمت قرار داده بود. دوستای عزیز، یعنی که کتابخانه‌ای که در دنیا بزرگترین شمارده میشد. هیچ ملت چون مسلمان کتاب رو قدردانی نمیکنه. بیت الحکمه بغداد از همه کتابخانه بزرگ بود و تقریبا تمام نمودی کتاب‌هایی که اون زمان وجود داشت همه اون رو به زبان عربی، قسم زبان عربی بود و قسم دیگرش رو از لاتینی به عربی ترجمه کرده بودن. بنابراین هنگامی که مغول اونجا رو اصلاح کرد ارزش کتاب رو نمیدونستن که چی هست. بنابراین کتاب رو گرفتن به دریا پرتافتن که علما میگن که مورخا دریا میگن رنگش سیاه شد. چند روز دریای همون دجله و فرات به رنگی سیاه مبدل شد. یعنی بغداد یک کتابخانه که در خیابانی از خیابان‌های بغداد قرار داشت برابر با یک چند شهرهای اروپا کتاب داشت. یک بغداد که اون وقت پایتخت عالم اسلام حساب میشد. بریم با قرطبه، کردابه امروز در اسپانیا قرار دارد. یعنی که توصیف این شهر گوش کنید فقط برای خاطر اینکه تصورات پیدا کنید که این چه خیل شهر است. 28 نقب داشت. 28 نقب در اون زمان. 3000 مسجد، 18000 منزل شخصی، 500,000 اهالی داشت. یعنی که در دنیا اون وقت سر اهالی ترین 3 شهر وجود داشت که یکمش بغداد بود که 3 میلیون اهالی داشت، دومش قرطبه بود که 500,000 اهالی داشت، سومش سیویل که ضمن خلافت اسلامی بود و اون 100,000 اهالی داشت. یعنی قرطبه مروارید عالم، یعنی کسی که برای انسان‌ها برای تماشای کوپرو کش می‌آمدند، مسجدهای آن، بازارهای آن، بازارهای الهیده برای گل، برای نهال، برای درخت‌ها، برای میوه‌ها، برای پالزی، تا بازارهای الهیده برای ورق‌ها، برای کتاب‌ها، یعنی همه چیز در عصر 4 هجری 3 هجری که برابر با عصر 9 10 میلادی می شود به درجه مسلمان ها پیشروی کردند در اونجا در اسپانیا. اینکه بزرگترین کتابخانه رو اونجا داشت. اینکه مستنصریه کتابخانه که سال 961 میلادی تأسیس داده شد در اونجا فقط فهرست کتابش 44 مجلد بود. تصور کنید بزرگی این کتابخانه رو که فهرستش 44 مجلد است. همه کوچه های قرطبه یا کردابه حاضره سنگ فرش شده بودند در اون زمان. کوچه ها شبانه چراغ افکنده میشد، روشن کرده میشد. بنابراین جامعه شناس و روانشناس مشهور فرانسه گوستاف لوپان میگوید که کاش که مسلمان ها پاریس رو نیز فتح میکردند. یعنی این سخن یک شخص غیر مسلمان است. تا آن هم مثل قرطبه بشد. یعنی آرزو دارد گوستاف لوپان که کاش که همین خیلی میکردند. یعنی میگوید که گوستاف لوپان طول 600 سال ما با مسلمان ها تکیه کردیم، به کوچه های قرطبه نظر کنید مردم خواندن نوشتن میتونستن، بسیاری شعر میگفتن. بعد گوش کنید که در عصری که شاه و شاهزاده های اروپا نام خود را به زبان مادریشان نوشته نمیتونستن. این یک گواهی از خود قوم است، این مسلمان نیست. شاه و شاهزاده یعنی که طبقه به اصطلاح الیت نخبگانش نوشتن و خواندن نمیتونستن میگه اکثرش، البته استثناء هست اینجا اما اکثرا. اما میگه در قرطبه تمام مردم میگه که شعر نه شعر میگه ایناش مینویسد ایناش میکنه. یعنی مردم به درجه مردمی فرهنگی بودن. یک معلومات دیگری باید اضافه کنیم که اینجا درباره مرکز طبی اسلامی در دمشق در زمان خلیفه اموی ساخته شده است. یعنی که زمانی که مسلمان ها بیمارخانه ساخته بودند، نخستین بیمارخانه مسلمان ها بعد از 900 سال مسلمان ها در پاریس اولین بیمارخانه پیدا شد. در حالی که در وقتی که در دمشق شروع شده بود، در قرطبه بعد از 50 سال 100 سالش 50 مرکز طبی فعال وجود داشت. یعنی برای شما این دلیل ها رو میارم برای شما تا واضح شود که اسلام توانسته است هم جامعه و هم فرد سازد. ما در درس‌های سیره داریم که مثلا زمان مکی بود، عهد مکی پیامبر اونجا فرد سازی بود، عهد مدینه عهد
جامعه سازی بود. بنابراین اسلام که تجربه خوبی داشت توانست هم فردی نیکو سازد هم جامعه نیکو سازد. یعنی که یک نمود ثبات اقتصادی و اخلاقی و اجتماعی را تامین کرد. یعنی که همیشه اسلام بین مادیات و معنویات یعنی دین و دنیا توازن و بالانس را همیشه رعایت میکنه. که دستورالعمل ما میگه که الله تعالی ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیبه خدا را از دنیا نیز فراموش مکن. یعنی که اسلام توانست همیشه برای عالمیان برای جهانیان پیشروی را ارمغان بیارد. یعنی که اسلام همچنین کفیل سعادت هم دنیا و هم آخرتی انسانیت است. اما وقتی که تمدن غربی نظر میکنیم یعنی که اونها فکر میکنن که دین پیشروی رو باز میدارن. یعنی فکر اونها همین است. بنابراین ما در حلقه گذشته وقتی که درباره علمای اونها گپ زدیم دیدیم که وقتی که دیندارها یک برخورد تندگرایانه نسبت علم داشتن اونها عکس العمل نشان دادن و دین رو تماما از حیات خود بیرون کردن. اما ما اینجا دیدیم که در حلقه حاضره ما که اینقدر علما اومد یکون اون علما حبس نشده است، کشته نشده است، علیه یکون پرونده گشوده نشده است، نسبت اینکویزیسیون محاکم تفتیش نیست ترتیب داده نشده است، نزده اند نگفته اند. بروز شاید که بعضی همچون فکر مناقشه کرده باشن بعضی فکر اونها را، لیکن فشار، شکنجه، زندان دیگر نمود نامعقوله را علیه اونها استفاده نبردن. یعنی این رو همچون یک پدیده درست قبول میکردن علما، چه علمای دین باشن چه علمای دنیا. بنابراین چه خیلی گفتیم اسلام توانست که توازن بین همین دو چیز دین و دنیا رعایت کند که این خوشبختی را هم در دنیا و هم در آخرت برای ما کفالت میدهد. خب ما گفتیم که تمدن غربی دین را همچون یک سبب قفاروی جامعه میدوند و سبب عدم پیشروی جامعه تلقین میکند. این برای چی؟ برای اینکه این دین خیالی هست، دینی که بافته آدم است، البته همه خیلی میکنه، اما دینی که از طرف الله تعالی است هیچگاه به پیشرفت بشریت مانع ایجاد نمیکند. این بود برادرها تاریخ دشمنی به اصطلاح میان دین و علم. اما این اصطلاح با ما مسلمان تعلق ندارد. در یگان تاریخ ما نخونده ایم که علمای اسلام یگان عالمی رو که یگان کشفیات کرده باشد، این علمایی که نه خوارزمی نه بیرونی نه زهراوی به دیگرها اعتراض کرده باشند که چرا تو این چه کشف کردی، چرا تو از دایره دین بیرون کار کردی، نگفتند. این دلیل برای که اونها این رو جزء از اسلام بدونن، جزوی اسلام بدونستند. علم دنیوی جزوی از اسلام است. خب دوستان یه نکته دیگر، این چهار راه، یعنی اینجا من در نظر دارم که چهار راه برخورد دو فکر افراطی کلیسای کاتولیکی از یک طرف، فکر افراطی علما یا فیلسوفایی که در نتیجه شکنجه دیدن از کلیسای کاتولیکی افراطی نسبت این برخورد از حد زیاده کردن و کلیسا رو با همین از حیات خود بیرون کشیدن، در حالی که اسلام بین این چیز یک فکری وسط است، فکری میانه است، فکری که چخیلی گفتیم بالانس بین دنیا و دین را رعایت میکنه. اما کاتولیکا بالانس دنیویشون ویران بود. این فیلسوفایی که در نتیجه شکنجه همین کلیسا پیدا شدن، اینکویزیسیون شکنجه‌اش پیدا شدن، اینها نیز بالانس دینیشون ویران شده بود. اما اسلام باشد چخیلی گفتیم بالانس رو در همه جنبه‌های حیات رعایت میکنه. خب دوستان عزیز، همه این یک تذکر است به امت اسلامی که باید به خود آید و به تعلیمات نبی محمدی صلی الله علیه و سلم بازگردد تا اینکه اسلام محمدی دوباره نشود و دیگر بار آغاز شود از همون امر و از همون دستوری اقرا و بخوان خود را از نو سازد. با همین این دو حلقه ما به آخر رسید دوستان عزیز. امیدوارم که ما خیلی مختصر گپ زدیم، لیکن ان شاء الله آینده حلقه نیت دارم حلقه های خاص درباره جنگ صلیبی، حلقه های خاص درباره اینکویزیسیون و محاکم تفتیش که چگونه مسلمان ها رو، یهودی ها رو و مخالفین کلیسای کاتولیکی رو چگونه با وحشی ترین نمود عذاب ها اونها رو، شکنجه ها عذاب میدادن، در اطراف صحبت خواهیم کرد و در آخر برای شما
آرزو میکنم که الله تعالی علم نافع و علمی که برای دنیا و آخرت شما فایده باشد نصیب کند. و السلام علیکم و رحمت الله.